که مامان مدیر مدرسه این نامه رو داد. مادر نامه رو نگاه کرد، شروع کرد به خوندن. نامه رو که نگاه کرد شروع کرد با شوق و گریه. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. گفت مامان چی نوشته؟ گفت مامان مدیر مدرسه نوشته که خانم آلوا ادیسون، مادر محترم توماس، فرزند شما توماس در این مدرسه به عنوان یک نابغه شناخته شده، لذا محیط مدرسه ما زمینه تربیت و رشد ویژگی‌های متعالی او را ندارد. او را در محیطی خیلی بهتر از این مدرسه پرورش دهید. گفت خدا را شکر، خدا را شکر که مدرسه به بچه من رسیده که بچم نابغه است. 32 سال گذشت. بر اساس همین تشویق مادر از 13 سالگی اولین اختراع توماس ادیسون شروع شد. 6006 اختراع انجام داد. 2500 اختراعش ثبت شده. زمانی که جایزه لژیون دونور رو گرفت از فرانسه، در سن 40 خورده سالگی با شوق اومد خونه. مادرش دیگه سالها از دنیا رفته بود که مامان کجایی؟ کجایی که این موفقیت ها رو ببینی؟ کجایی که بدونی فقط این تشویقای تو بوده که منو به اینجا رسونده؟ رفت زیر زمین خانه، لباسای مادر رو از صندوقچه در بیاره بو کنه. یک کاغذی رو پیدا کرد، همان نامه مدیر مدرسه رو شروع کرد به خواندن. خانم آلوا ادیسون، مادر محترم توماس، بدین وسیله به اطلاع شما میرساند که فرزند شما توماس در این مدرسه طی آزمایش‌هایی که انجام گرفته به عنوان یک تیپ سابمنتال یا کودن شناخته شده. این مدرسه جایی برای پذیرش فرزند کودن شما نداره. و این مادر چه کرد؟ اگر تا الالعبد شخصیت این مادر و نقش این مادر و عظمت این مادر رو در کتاب ها بیارن کم، چیزی که ادیسون رو به ادیسون شدن رسوند، کسی که به جهان روشنایی